Is it good? Is it tasty? Is it sweet? Is it red? نمیدونم. با بازش کنیم. تا بازش نکنیم نمیدونیم که تو سرخ و شیرینه یا سفید و به درد نخور. یه مسئله داریم. هندونه دربسته. برای چی؟ برای موقعیتی که نمیدونیم چیزی که داریم میگیریم خوبه یا بده. تا اون کار انجام ندیم مشخص نمیشه. اینو به انگلیسی چطور میتونیم بگیم؟ چند تا راه داره. بریم با هم دیگه بررسیشون کنیم. خب بریم سراغ اولین معادل. خرید کورکورانه. بدون اینکه بدونی چیه همینجوری خرید میکنی. توی انگلیس قرون وسطا یه سری فروشنده های حیله‌گر وجود داشتن که موقعی که به ملت میخواستن خوک زنده بفروشن توی پلاستیکا یا کیسه های بزرگی میذاشتن که بهشون میگفتن پوک و خریدار تا موقعی که باز نمیکرده نمیتونسته بفهمه آقا این بچه خوک سالمه، زنده است، مریض، چاق، لاغره، اصلا گربه توشه، پرنده توش گذاشته. برای همین خرید کورکورانه و بدون بررسی تبدیل به ضرب المثل شد. A pig in a poke، یعنی خوک توی پلاستیک که تا موقعی که بازش نکنی نمیدونی خریدت خوب بوده یا بد بوده. مثل خریدای بعضی وقتا خریدای آنلاین اینجوریه، از یه چیزی خوشت میاد سرسری بدون بررسی سری میخریش و اون خرید کورکورانه است. مثل هندونه دربسته است. شاید هم خوب در بیاد ولی ممکن هم هست که نباشه. اولین معادل واسه هندونه دربسته a pig in a poke. بریم سراغ دومی. اصطلاح دوم بیشتر از این که به خرید کورکورانه یا انتخاب بدون بررسی برگرده، معنیش اینه که یه کاری رو شانسی انجام بدی. ما تو فارسی میگیم تیری در تاریکی انداختن، بدون این که مطمئن باشی کاری که داری میکنی کار خوبیه، کار بدیه، ریسکیه، چه جوریه، میدونی، بدون سبک سنگین کردن بری تو کارش. تو فارسی گفتیم چی؟ تیری در تاریکی بل دادم. توی انگلیسی هم دقیقا همینه. A shot in the dark. اینم گزینه دوم برای هندونه دربسته. دقیقا اون معنی رو نمیده. خرید کورکورانه نیست. تیری در تاریکی. A shot in the dark. بریم سومی. مامان همیشه میگفت زندگی مثل بسته شکلاته، هیچ وقت نمیدونی که چه طعمی گیرت میاد. Life is like a box of chocolates. You never know what you get until you open it. پس مثل جعبه شکلات که طعمای مختلفی توش وجود داره، تا جعبه رو باز نکنی نمیدونی شکلات نعنایی، فندقی، وایت چاکلت یا هر مدل دیگه، دارک چاکلت، هر چیز دیگه. بنابراین راه سوم میشه گفت It's like a box of chocolates. You wouldn't know unless you open it. پس سومی بیشتر به گزینه‌های غیر منتظره‌ای اشاره میکنه که توی موقعیت‌های مختلف زندگی باهاشون رو در رو میشیم. بدون برنامه قبلی موقعی که باهاش مواجه میشی باید بری تو دلش بازش کنی جعبه شکلات رو ببینی چی عذاب در میاد. پس I have to open this to see if it's red. 3 تا راه پیدا کردیم برای گفتن هندونه دربسته به انگلیسی. اگه با این ویدیو حال کردین کانال گلدن تیچر رو لایک و سابسکرایب کنین، به دوستاتون هم معرفی کنین. I'm Ardi and see you soon again. Bye.